خبرگزاری خام پرس خبر داد که داوود وردک پسر عبدالرحیم وردک وزیر سابق دفاع افغانستان در منطقه بیورلی هیلز در شهر میامی در ایالات فلوریدا آمریکا با نرخ 20.9 میلیون دلار یک قصر باشکوه خرید است. این قصر بر علاوه قصر دیگر نرخش 5.2 میلیون دلار است که داوود وردک قبلا در میامی بیش در منطقه معتبر سنت ریچاردزبل هاربور خریده بود. درباره چه تجارت داشتن او از کدام حساب میلیون ها دلار جمع آوردن داوود وردک معلومات دسترس نیست. تنها از اسناد رسمی برمیآید که پسر وزیر سابق افغان در میامی رئیس شرکت با نام ایدی کپیتال گروپ بوده است. بنا به اطلاع ژورنالیست افغان نجیب الله لالزوی، برادر کلانی داوود وردک، حمید وردک رهبر شرکت حربی و نقلیاتی NCL هولدینگز می باشد. قرارگاه اساسی این شرکت در ویرجینیا است ولی آن اساساً در افغانستان کار می کند. بنا به اطلاع دریافتی خام پرس، شرکت حمید وردک از حکومت امریکا به مبلغ 360 میلیون دلار قراردادها به دست آورده، اساساً به تامین امنیت بارهای مشغول بود که امریکا به افغانستان میفرستاد. پدر آنها عبدالرحیم وردک که حالا 76 سال دارد در حکومت حمید کرزی از سال 2004 تا 2012 وزیر دفاع بود. خام پرس تاکید میکند که داوود وردک در حال به چندین میلیون دلار خانه میخرد که بیش از 20 میلیون مردم در افغانستان نیم گرسنه به سر میبرند. میلیون ها کودک عذاب و گرسنگی میکشند و صدها هزار نفر بیجا شدند. ماه آگوست سال جاری بلافاصله بعد خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا، جنگجویان طالبان حکومت زیر حمایت این ائتلاف را سرنگون و پرزیدنت اشرف غنی را وارد به فرار کردند. مردم به حمایت از آن حکومت برنخست. یک دلیل این سراپا در فساد و دزدی غرق شدن مقامات حکومت قبلی گفته میشد. جامعه جهانی در 20 سال اخیر به افغانستان حدود 1 تریلیون دلار صرف کرد ولی اکثر این پولها به یغما رفتند و کشور همچنان خراب و ناآباد و مردمش در چای فقیر باقی ماند. روز 2 اکتبر بانک ملی افغانستان خبر داد که منصبداران سابق از ولایت لوگار، خوست، کابل و پنجشیر حدود 17 میلیون دلار را به این بانک سپاریدند. طالبان اخیراً اعلان کرد که برای به کشورهای همسایه پرداخت کردن 62 میلیون دلار قرض جمع شده از استفاده نیروی برق مال و ملک منصبداران حکومت قبلی را به فروش خواهند زد. حاکمان نو افغانستان از پرزیدنت سابق اشرف غنی و دیگر منصبداران حکومت او طلب دارند که پولهای دزدیدهشان را برگردانند. بنا به خبرها اشرف غنی روز 15 آگوست با چرخبالهای پر از خلطه‌های پول ترک کابل کرد. سفیر افغانستان در دوشنبه ظاهر اخبار غنی را ایبدار کرد که 169 میلیون دلار پول مردم را دزدیده بوده است ولی خود غنی بعد فرارش قسم خورده بود که یگان تین نبرده است. او گفت از خانه با پایپوش خانگی برآمده حتی فرصت نیافت که لباس و کفشش را عوض کند.